سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان. امروز قصد داریم در مورد تلگرام که یکی از موفق‌ترین و نوآورانه‌ترین اپلیکیشن‌های پیام‌رسان دنیا هست صحبت کنیم. در مورد تاریخچه و بنیانگذاران آن گرفته تا مدل‌های بیزنسی و چشم‌انداز آینده آن قرار در این ارائه صحبت کنیم. امیدواریم این ارائه فرصتی باشه تا درک بهتری از چگونگی رشد و تکامل تلگرام پیدا کنیم. تلگرام در سال 2013 تأسیس شد و مقر اصلی این شرکت همکنون در کشور امارات و شهر دبی قرار داره. از ویژگی‌های اصلی این شبکه مجازی میشه به مسیجینگ، وایس، ویدیو کالز، کانال‌هاش و گروه‌های بزرگی که میشه تشکیل داد که گنجایش حداکثر 200,000 نفر رو داره اشاره کرد. همینجور میتونیم به بات‌ها و قابلیت فایل شیرینگ بسیار خوبی که این اپلیکیشن داره اشاره کنیم. تلگرام توسط یک تیم کوچیک و اختصاصی توسعه یافت، اما هیچ کدوم از اعضای تیم اولیه به جز پاول دورف به عنوان بنیانگذار به طور رسمی معرفی نشدند. پاول دورف تونست تلگرام رو سالها بدون درآمدزایی فعال نگه داره و این کار رو از طریق سرمایه شخصی خودش و منابعی که از کسب و کار قبلیش یعنی شبکه اجتماعی ویکی به دست آورده بود استفاده کرد. پاول دورف یه فلسفه بسیار خاص داشت. اون معتقده که ارتباطات آزاد و بدون سانسور حق هر انسانی است و به دنبال ایجاد پلتفرمی بود که بدون فشارهای سیاسی یا تبلیغات مزاحم تجربه کاربری ایمن و آزادانه‌ای ارائه بده. و این سرمایه‌گذاری شخصی هم که انجام داد نشون دهنده تعهد عمیق او به همین فلسفه خودش بود. برادر پاول دورف، نیکولای دورف، نقش بسیار کلیدی در توسعه تلگرام داره و درسته که جزو کوفاندرها به حساب نمیاد، اما بیشتر به عنوان معمار فنی و طراح پروتکل‌های امنیتی به ویژه امتی پروتو که امنیت ارتباطات تلگرام رو تضمین میکنه شناخته میشه و نقش اصلی او در پشت صحنه و بیشتر در حوزه فنی بوده. تلگرام تو ابتدای کاری که اومد یه تیم کوچیک با منابع بسیار محدود بود و تو اون زمان رقبای بسیار بزرگی مثل واتساپ و فیسبوک مسنجر وجود داشتن و رقابت با اونا و قانع کردن مردم برای استفاده از یه مسنجر جدید بسیار کار سختی بود و تلگرام تونست این کار رو انجام بده و دلیلش هم بود که مارکت دیمند و تقاضای بازار رو به خوبی شناسایی کرده بود. به عنوان مثال فهمیده بود که مردم به شدت به امنیت بالا احترام میذارن و نیاز دارن و تونست به این دغدغه کاربران درباره حریم خصوصی پاسخ بده. یکی دیگه از کارهایی که کرد ایجاد ویژگی انتقال فایل های با حجم زیاد و ذخیره سازی نامحدود ابری بود، چیزی که بسیاری از پیام‌رسان‌ها قادر به ارائه اون تو اون زمان نبودن. و یکی دیگه از کارهایی که کرد بات‌ها و کانال‌ها را به وجود آورد که تجربه بسیار منحصر به فردی برای کاربران به ارمغان آورد. و تا آخرین نیازی که پاسخ داد این بود که در تمام پلتفرم‌ها خودش را نشون داد. اهم از موبایل، دسکتاپ، وب، هر چیزی که کاربران داشتن اون موقع استفاده می‌کردن تلگرام هم بود و این خودش این مزیت رقابتی بسیار بزرگی تو اون زمان برای تلگرام بود. الان میخوایم بریم سراغ بیزنس مدل اولیه تلگرام و ببینیم تو ابتدای کار تلگرام هر بخشی ها به چه صورت انجام میداد. تو بخش مشتریان به چند بخش توجه ویژه‌ای داشت. یکی که هم کاربرای معمولی بودن که به هم دیگه پیام میدادن، یکی بخش گروه ها بود و توسعه دهندگان کانال ها و همینجور بات ها رو با در نظر می گرفتن. و ارزشی که به این مشتری‌ها و این بخش‌ها میدادن این بود که ارتباطات سریع، امن و به ویژه رایگان به اونا میدادن. همینجور حریم خصوصی بالا را برای اونا تامین میکردن و فایل‌های حجم رو برای اونا ارسال میکردن که تو ابتدای کار فایل‌ها با حجم 2 گیگ میتونست ارسال بشه و این ارزش پیشنهادی رو از طریق کانال‌های توزیع مثل اپلیکیشن‌های موبایل و دسکتاپ همینجور
وبسایت رسمی تلگرام ارائه میدادن. بخش ارتباط با مشتری‌ها کارهایی که میکرد مثل پشتیبانی آنلاین، به‌روزرسانی‌های منظم و پیوسته‌ای که داشت که بسیار بهتر از واتساپ و دیگر پلتفرم‌ها بود و همینجور از طریق شبکه‌های اجتماعی هم با کاربران خودشون ارتباط ویژه‌ای داشتن. تو ابتدای کار جریان درآمدی تلگرام اگه بخوایم بدونیم که به چه صورت بود، کاملا بر اساس تامین مالی از طریق خود فاوندر یعنی پاولدورف صورت می‌گرفت و این یکی از نکات بسیار جالب در تاریخچه تلگرامه که آنها سالها بدون هیچ جریان درآمدی فعالیت کردند و این سرمایه رو پاولدورف از طریق فروش سهام خود یعنی شبکه اجتماعی ویکی که یکی از بزرگترین شبکه اجتماعی روسیه بود به قیمت حدود 300 میلیون دلار فروخت و تمام هزینه‌ها از جمله زیرساخت‌های سرور و تیم توسعه را از طریق این منبع درآمدی پوشش داد و واقعا تصورش سخته که تو همچین دنیایی که داریم زندگی میکنیم شرکتی بدون تبلیغات و درآمد چگونه تونست همچین رشدی داشته باشه و با ایجاد یک پایگاه کاربری قوی و ارائه خدمات رایگان و با کیفیت اعتماد کاربران را به دست آورد و این اعتماد پایه‌ای شد برای مدل‌های درآمدزایی آینده تلگرام که بعداً در موردش صحبت میکنیم. ساختار هزینه تلگرام هم شامل بخش توسعه زیرساخت‌های سرورها و امنیته. منابع کلیدی که تلگرام داشت شامل تیم توسعه دهنده و پروتکل MT پروتو، زیرساخت‌های سرور و شبکه هست. فعالیت‌های کلیدی که داشت بیشتر تمرکزش بر توسعه نرم افزار و همینجور حفظ امنیت داده‌ها بود و شرکای مهمش هم طبیعتاً فروشگاهایی که اپلیکیشن ها ارائه میدادن مثل اپل استور و گوگل پلی بودن. همینجور توسعه دهندگان مستقل بات ها و دیگر چیزها هم جزو شرکای کلیدی تلگرام حساب می شدن. یکی از نکات جالب تلگرام تعداد کم کارکنان و وفاداری بالای اوناست. تلگرام از طریق چندین استراتژی نرخ پایین جابجایی نیروی کار را تا الان تضمین کرده. تلگرام از فرآیند جذب و استخدام بسیار سختگیرانه‌ای استفاده می‌کنه و تمرکزش بر جذب مهندسان بسیار ماهر است که با فرهنگ سازمانی تلگرام همخوانی دارند و از این طریق ناسازگاری‌هایی که منجر به جابجایی نیروی کار میشه را بسیار کاهش داده. تیم بسیار کوچکی داره تلگرام، متشکل از حدود 50 کارمند از جمله حدود 30 مهندس. محیطی نزدیک و صمیمی ایجاد کردن که در اون نقش هر عضو اهمیت بسیار ویژه‌ای داره و این باعث شده که رضایت شغلی هم به تبع اون بسیار افزایش پیدا کنه. نوع رهبری که فاوندر این شرکت داشته باعث افزایش تعامل و وفاداری کارکنان شده و تونسته با توانمندسازی کارکنان و ارائه جهتگیری واضح بدون نیاز به ساختار سنتی منابع انسانی محیطی مثبت رو ایجاد کنه و همینجور با استفاده از تقدیر از دستاوردها و همینجور ارائه فرصت‌های توسعه‌ای که به کارکنان داده باعث شده که وفاداری کارکنان بسیار بالا بره. سیر تکاملی تلگرام به این صورت بوده که 2013 که این شرکت به وجود اومده تونسته 2 سال بعد کانال ها و بات ها رو معرفی کنه. همینجور این کانال ها باعث شدن که محتوای دیجیتال و بازاریابی خیلی پررنگ بشه در این اپلیکیشن و خیلی به نفع تلگرام شد. سال 2000 اگه بخوایم یه آمار داشته باشیم که بتونیم در نظر بگیریم رشدش چجوری بوده، سال 2018 این پلتفرم به 200 میلیون کاربر فعال رسید و تا الان که 2024 هستیم تونسته به 950 میلیون کاربر برسه. تماس‌های ویدیویی هم تو سال 2020 اضافه کرد و همینجور که میدونیم هم نسخه پریمیوم تلگرام تو سال 2022 راه اندازی شد.
الان میخوایم بریم سراغ بیزنس مدل حال حاضر تلگرام و مقایسه کنیم با بیزنس مدل اولیه و ببینیم چه چیزهایی اضافه شده و چه تغییراتی به وجود اومده. تو بخش مشتریان گفتیم که تو مدل اولیه تمرکز بیشتر بر کاربران فردی بود که به دنبال یه پیامرسان امن و سریع بودن. اما تو مدل فعلی دامنه مشتریان گسترش پیدا کرده به کسب و کارها، سازمانها و همینجور کاربرانی که نیاز به امکانات پیشرفته تری دارن، از جمله ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان و امکانات ویژه برای کسب و کارها. ارزش پیشنهادی‌هایی که تو مدل اولیه داده میشد یه پیامرسان رایگان با تاکید بر سرعت و امنیت و حفظ حریم خصوصی بود. تو مدل فعلی علاوه بر ویژگی‌های اولیه، امکانات پیشرفته‌ای مانند تلگرام پرمیوم و ابزارهای متنوع برای کسب و کارها از جمله تلگرام بیزنس ارائه میشه که به کاربران و همینجور سازمان‌ها امکان مدیریت بهتر ارتباطات و بهره‌وری بالاتر رو ارائه میده. تو کانال‌های توزیع اما تفاوت چندانی ایجاد نشده که طبیعی هم هست. تو جریان‌های درآمدی گفتیم که مدل اولیه بیشتر کاملا با پشتیبانی فاوندر این شرکت ادامه داشت و اما تو مدل فعلی چند تا چیز اضافه شد و تونست به خودکفایی برسه و تو آخرین مصاحبه ای هم که پاولدورف داشت اعلام کرد که ما تونستن که تو سال 2024 اولین سال باشه که به سود برسن و دلایل اونم اینه که تونستن اشتراک تلگرام پریمیوم که تونست با معرفی این نسخه امکانات پیشرفته مانند ارسال فایل‌های بزرگتر که قبلا تا حجم 2 گیگ میتونست ارسال بشه میتونن الان تا 4 گیگا ارسال کنن. همینجور تبدیل صدا به متن و تجربه‌ای بدون تبلیغات را با دریافت هزینه اشتراک ماهانه ارائه بده. یکی دیگه از منابع درآمد جدیدش تبلیغات محدودیه که میتونه تو کانال‌های عمومی با رعایت حریم خصوصی کاربران نمایش داده بشه که منبع درآمد جدیدی برای تلگرام محسوب میشه. و چند تا دیگه چیز هم هست مثل خریدای درون برنامه‌ای از جمله استیکرها و تم‌ها و همینجور ارز دیجیتال جدیدی که آوردن و از طریق اون دارن درآمدزایی میکنن. ساختار هزینه‌اش همینجوری که گفتیم مدل اولیه بر اساس هزینه توسعه و نگهداری نرم افزار و زیرساخت‌ها بود که در مدل فعلی هزینه افزایش پیدا کرده به دلیل توسعه ویژگی‌های جدید، زیرساخت‌های پیشرفته و پشتیبانی از تعداد بسیار بیشتر کاربری که الان در تلگرام حضور دارن که بخشی از این هزینه‌ها از طریق درآمدهای جدید پوشش داده میشه. فعالیت‌های کلیدی تلگرام هم گفتیم که تو مدل اولیه توسعه و بهبود مستمر اپلیکیشن با تمرکز بر امنیت و سرعت اهمیت ویژه‌ای داشت که تو مدل فعلی علاوه بر توسعه اپلیکیشن تمرکز بر ایجاد امکانات جدید برای کاربران پریمیوم و ابزارهای کسب و کار مانند تلگرام بیزنس و همچنین مدیریت زیرساخت‌های مورد نیاز برای پشتیبانی کردن از این خدمات است. تلگرام برنامه‌های بلند مدت زیادی داره. این برنامه‌ها رو میشه در 3 بخش تقسیم کرد. 1 نوآوری در خدمات، 2 توسعه اقتصادی و همینجور 3 توسعه جهانی. در بخش نوآوری در خدمات 2 تا برنامه داره. 1 توسعه فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی و 2 گسترش استفاده از ارز دیجیتال تون. همینجور برنامه‌هایی برای ادغام بیشتر ارزهای دیجیتال در پلتفرم از جمله امکان استخراج و تبادل آنها توسط کاربران هم وجود داره. در برنامه‌های توسعه اقتصادی تلگرام بیشتر تمرکز بر ارائه خدمات مالی و بانکیه که 2 مورد اینجا مهمه. 1 که میخواد افزایش درآمد داشته باشه از طریق تبلیغات و اشتراک‌ها
که تمرکزش بر گسترش جریان‌های درآمدی از طریق تبلیغات و اشتراک‌های پریمیوم برای دستیابی به پایداری مالیه. و یه نکته جدیدی هم که وجود اومده، پاول دورف در مصاحبه‌ای که با فاینانشال تایمز داشته به امکان عرضه عمومی سهام تلگرام تا اوایل سال 2026 اشاره کرده که این خودش میتونه پیشرفت بسیار بزرگی و نقطه عطف خیلی بزرگی برای تلگرام باشه. همینجور تلگرام سودای رسیدن به بیشترین کاربر فعال داره و تمرکز خودش رو گذاشته بر افزایش تعداد کاربران، به ویژه در مناطقی که تلگرام اکنون کمتر شناخته شده. جدا از این بحثا، تلگرام با چالش‌های قانونی و نظارتی زیادی روبروه به دلیل فلسفه اولیه‌ای که گفتیم پاول دورف داشت و باید با اونا مقابله کنه. از چالش‌های متعددی که میتونیم بگیم، همین خبر دستگیری پاول دورف در فرانسه به اتهام تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی در پلتفرم بود که سوالاتی رو درباره ثبات و آینده شرکت مطرح کرد که از این موضوع تونستن به خوبی عبور کنن. در جمع‌بندی مطالب میتونیم بگیم تلگرام داستان موفقیت یک تیم نوآور و متحد است که تونسته نیازهای کاربران را در زمینه امنیت و امکانات پاسخ بده و به یکی از برترین پلتفرم‌های جهان تبدیل بشه. چالش‌های پیش روی این پلتفرم مانند رقابت با سایر پیام‌رسان‌ها فرصتی برای رشد و توسعه بیشتر است. و در پایان میخوام از شما چند تا سوال بپرسم در مورد تلگرام. اینکه تلگرام چطور زندگی شما را آیا تحت تاثیر قرار داده و به چه صورت این کار را انجام داده؟ و آیا فکر میکنید این پلتفرم هنوز جای پیشرفت داره و اگر بخواید این پلتفرم را به دیگران پیشنهاد بدید دلیل شما چه خواهد بود؟ این سوالات نه فقط برای جمع‌بندی صحبت‌های امروز بلکه برای درگیر کردن شما با موضوع ارائه است. هدف ما این است که به تلگرام نه تنها به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان بخشی از زندگی روزمره نگاه کنیم. خیلی ممنون از توجه شما.